امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 17 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه کار بکنیم به اسم گلنار. قطعه خیلی معروف، خیلی زیبا که معمولا همه شنیدنش، باش خاطره دارن و من خودم همیشه هر جا اجراش میکنم خیلی حس خوبی میگیرم و تجربه خیلی خیلی خوبی از اجرای این قطعه دارم. امیدوارم که اجراش کنید و از نوازندگیش لذت ببرید و برای دوستاتون هم اجرا کنید. قبل از هر چیز ممنون میشم که حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، حتما این پست رو لایک بکنید. یه لایک ساده شما میتونه خیلی خیلی به من انگیزه بده و برای من کمک کننده باشه. این ویدیو رو حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید، کامنت بذارید و کمک بکنید که این ویدیوها بیشتر دیده بشن، که هم به من کمک کرده باشید هم به دیگران که این ویدیوها رو ببینن و ازشون استفاده کنن. و یادتون باشه که این ویدیوها صرفا برای کانال یوتیوب من گرفته شده و اگر اون رو از هر پلتفرم دیگه‌ای می‌بینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقیه. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیوی خوب داشته باشیم. این قطعه گلنار یه قطعه 6 8 و نکته‌ای که داره اینه که با ضرب شماره 5 شروع میشه. یعنی عملاً 1 2 3 4 این قطعه سکوت بوده که این سکوت رو دیگه نمی نویسن وقتی اول قطعه میاد. بعضی وقتا ممکنه بنویسنش ولی لزومی نداره نوشتنش. اصطلاحاً میگیم این قطعه با آفتاکت شروع میشه یا با ضرب بالا شروع میشه. پس یادتون باشه که اینجا باید از شماره 5 شروع کنیم قطعه رو. 5 6 میشه برای نوت اول و بعدش میزان بعدی شروع میشه که با شماره 1 هست. 1 2 3 برای سیاه نقطه دار، 4 سکوت چنگ، 5 6 میشه نوت سیاه آخر. توی میزان بعدیش یه نوت سیاه نقطه دار داریم که میشه 1 2 3 4 سکوت چنگه، بعد یه دولا چنگ و یه چنگ نقطه دار داریم. اینجا برای اینکه راحت تر باشه شمارشش، توی شماره 5 دو تا ر رو اجرا میکنیم و 6 دیگه میشه ادامه کشش نوت چنگ نقطه دارمون که چیزی توش اجرا نمیشه دیگه. پس توی 5 بعد دو تا ر رو بزنیم، میگیم 1 2 3 4 5 6. تو 5 دو تا نوتمون رو میزنیم، 6 دیگه چیزی توش اجرا نمیشه. نمونه این الگوی ریتمی رو توی کتاب شیوه سنتور نوازی داشتیم. مثلا توی قطعه گل پامچال نمونه این الگوی ریتمی بوده و خب اینجا دیگه خیلی بیشتر از این براش وقت نمیذاریم. حتما اول قطعه های کتاب شیوه رو باید زده باشید وقتی میخواید وارد این کتاب بشید، چون به هر حال سطح این کتاب مقدار بالاتره و خب تکنیک ها رو باید توی کتاب قبلی کار کرده باشید و بلد باشید. بریم از اول شروع کنیم و اگر نکته خاصی بود توی قطعه با هم بررسی میکنیم. نوتامون هست سل ر سکوت چنگ، دوباره سل ر ر سل فا فا می ر فا می ر ر دو، میریم رو سیمای زرد تو خط دوم، ر ر دو سی دو ر. این میشه جمله اول ما. اجراش میکنیم سل ر سل ر ر سل فا فا می ر فا می ر ر دو ر دو سی دو ر. میشماریمش. گفتیم با شماره 5 شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. این 4 همون سکوت چنگمون هست. حالا از 5 شروع جمله بعد میشه. نوتامون هست سل دو سی دو می ر دو سی لا ر دو سی لا سل سی دو لا سی لا سل. اون سلی که گفتم توی نوت اول ولت 1 بود که بعد این در واقع جمله رو تموم میکنه. سل دوم شروع جمله بعد میشه که تکرار از اول هست. جای اون سلی که گفتیم توی ضرب شماره 5 اجرا میشه اولین نوت قطعه قرار میگیره. خیلی خوب اجرا میکنیم قسمت رو. سل دو سی دو می ر دو سی لا ر دو سی لا سل سی دو لا سی لا سل. با شمارش 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. حالا 5 6 اون سول آخره که وصل میشه به ابتدای قطعه. پس این جمله رو براتون اجرا میکنم که بشنوید کلا قراره چه صدایی ازش در بیاد. یه دور با ولت 1 و یه دور با ولت 2 که البته شروعاش هر دو یکی هست، فقط تو ولت 2 وصلش میکنه به جمله بعد. بسیار خوب. این ریزی که رو سول گرفتیم اون سولی بود که اول ولت 2 داریم که میشه 1 2 3 ما، 4 میشه سکوت چنگ. حالا از شماره 5 دوباره اون میره‌ای که آخر ولت 2 هست شروع کننده جمله بعده. نوتامون میشه میره 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 دو دو ره دو سو سول ره دو ره دو ره دو سی سی دو سی سو سول دو سی لا لا سو سول ره دو دو سی دو سی لا سو سول لا سول ره. و بعد اون میره که آخر ولت 1 هست جای اون میره‌ای که آخر ولت 2 بود که شروع کننده جمله بود قرار میگیره و دوباره تکرار میشه این قسمت. بار دوم با اون سولی که توی ولت 2 داریم عبارت ما کامل میشه. اجرا میکنیم این قسمت رو. میره 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 دو دو ره دو سو سول ره دو ره دو ره دو سی سی دو سی سو سول دو سی لا لا سو سول ره دو دو سی دو سی لا سو سول لا سول ره. تکرار. میره میره دو دو ره دو سو سول ره دو ره دو سی سی دو سی سو سول دو سی لا لا سو سول ره دو دو سی دو سی لا سو سول لا سول. میشماریمش. با شماره 5 شروع میکنیم. تو 5 باید اون میره رو اجرا بکنیم و 6 دیگه چیزی اجرا نمیشه چون 6 ادامه کشش ره هست که نوت چنگ نقطه داره. 5 6 1 2 3 4 و 5 و 6 و 1 2 و 3 4 5 6 1 2 3 4 و 5 و 6 و 1 2 و 3 4 5 6 1 2 3 4 و 5 و 6 1 2 و 3 4 5 6 1 2 3 4 و 5 و 6 و 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 و 5 و 6 و 1 2 و 3 4 5 6 1 2 3 4 و 5 و 6 و 1 2 و 3 4 5 6 1 2 3 4 و 5 و 6 1 2 و 3 4 5 6 1 2 3 4 و 5 و 6 و 1 2 3 4 5 6. اینجا دیگه 4 5 6 سکوته و جمله بعد از سر ضرب شروع میشه دیگه، آب بیت نداره اینجا. خب نوتامون میشه یه ریز سول داریم که یه پیش ریز فا داره، میشه فا سول فا سول لا سول فا می دو ره سی دو ره فا می ره. اجرا میکنیم اینجا رو. فا سول لا سول فا می دو ره چند تا نکته بهتون بگم. یکی اون فاصلی که گفتم پیش ریزمون نوت فا هست و ریزمون روی نوت سول قرار اجرا بشه. به خاطر خط اتصالی که داریم ریزمون به صورت متصل یا پیوسته میشه، یعنی تکو که با دست راست رو فا میزنید باید با دست چپ ریز رو روی نوت سول شروع بکنید. پس میشه این دقیقاً مثل اینه که شما دارید یه ریز بدون تک روی نوت سول میگیرید. ببینید اینطوری. حالا اولین ضربش به جای سول فاه، ولی توی سرعتمون هیچ تفاوتی نداره. ریز بدون تکمون که از حالا میشه
کشیده میشه از نوت فا روی نوت سل. نکته بعد در مورد ریزی که روی نوت ر داریم که یه تی داریم بالاش 8 داره، اول باید یه تک بزنید بعد ریز بگیرید دیگه. حواستون باشه با اون ریزی که مثلا روی نوت سی بعدش هست که یه تی خالیه، اون میشه ریز بدون تک. اینو حواستون باشه. پس ریز ر رو اینطوری میزنیم، یه تک میزنیم، یه مکس کوچیک بعد ریز میگیریم، ولی ریز سی بدون تک شروع میکنیم به ریز گرفتن. پس این قسمت رو براتون اجرا میکنم یه بار دیگه. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. قسمت بعد ره ره سل فا می ره ره فا می ره دو ره دو سی دو ره میزنیم. ره ره سل فا می ره ره فا می ره دو ره دو سی دو ره میشماریم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و خط آخر سی دو می ره دو سی لا سی ره دو سی لا سولا سی لا سی سول میزنیم. سی دو می ره دو سی لا سی ره دو سی لا سولا سی لا سی سول. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 و اون 5 6 که میره هست وصل میشه به قسمتی که اون دالسینیو رو داریم، یعنی خط سوم میزان آخر. اون میره جای اون میره‌ای که توی ولت 2 هست جای اون قرار میگیره تو 5 6. پس یه میره میزنیم وصلش میکنیم به میره میره دو دوره‌ای که توی اون قسمت تکرار داریم و بعد برگردیم از خط سوم میزان آخر تکرار کنیم تا آخر خط پنجم. حواستون باشه پس به آخر این قطعه که میرسیم اون قسمت دو خط دوباره باید تکرار بشه. خیلی خوب، یه دور قطعه رو با مترونوم براتون از اول تا آخر میزنم. سرعت قطعه 60 هست، مترونوم رو روی سرعت 60 تنظیم میکنیم و دو ضربی. 6 8 هست و 6 8 ترکیبیه. با هر ضرب مترونوم باید 3 تا شماره بشماریم. پس ضرب 1 مترونوم میشه 1 2 3، ضرب 2 میشه 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.
امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب این آهنگ رو میتونید خودتون دانلود کنید، با شعرش بشنویدش. یه کمی قلق داره خوندن شعرش، روی بعضی از نوت‌ها نباید شعر بخونید، بعضی از نوت‌ها رو باید، بعضی هجاهای شعر رو باید روی بعضی از نوت‌ها بکشید. اینو حتما میتونید اگر دوست دارید با شعرش اجرا کنید، میتونید با آهنگش گوش بدید و بر اساس اون تمرین کنید. ممنون میشم که حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، کامنت بذارید، این پست رو شیر بکنید و من رو حمایت بکنید که من هم انرژی و انگیزه داشته باشم که ویدیوهای بیشتر و بهتری رو براتون تولید بکنم. و یادتون باشه که این ویدیوها صرفا برای کانال یوتیوب من هست و اگر این رو از هر پلتفرم دیگه‌ای می‌بینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقیه. خوب و خوش باشید.